یه بنده خدایی نوشته بود خیلی بی لولی فوش میدی تو ویدیوهاتون اینو. من دیگه سعی میکنم این ویدیو فوش ندم. البته ویدیو نامیزونیه یه خورده، اگه دیگه دستم پرید دیگه شما ببخشید دیگه. بریم سراغ ویدیو. آقا من تو اینستا داشتم میچرخیدم، این دیدم یکی داره به بچهش سوسک میده میخوره. میدونی چی میگم؟ این سوسک ماهی چیه؟ حالا ویدیوشو گذاشتم نگاه میکنیم با هم دیگه. برام جالب شد، گفتم یه ویدیو بعد من توی این سبک درست کنم عشق کنیم، یعنی کم مونده ام بخورم. بریم سراغ ویدیو. بچه‌ها اگه این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما چنل سابسکرایب کنید، زنگوله بزنید، بگم ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، اساسی هم بشید کامنت ها بنویسید. بریم سراغ ویدیو. mukbang satulle. بسکش زن نباید توش میدادم ببخش. بابا زنده است. نگاه چه با عشق میخوره دیگه، مرد دیگه. مادرش گاهی من دوست ندارم با من فوش بدم میاد. زهر مار. خب یزید زاده اون زنده است، بکشش اول حداقل. مثل ماکارونی هورت میکشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همین کرونا رو همینا درست کردن خفاش درست. بریم سراغ ویدیو بعدی. اونکش یه جوری ترسید انگار اون میخواد اینو بخوره. یا اول فرد اینا چیه؟ ماهیه؟ شکر رو اضافه کرمن آجی. ماهی که اونجوری نمیشه. میگوی کرم ماهیه چیه؟ ماهیه بابا کلش. خب دیوس تو خودت هم چندشت میشه. چه عشق میکنه دیوس. یعنی من ریدم وسط اداره وزارت بهداشت چین به قرآن. الان میریم جلوتر سوسک هم میخورن. سوسک 夹起脖子， چی کله خروس 街头夹起 خورد؟ 脖子， وای قسکش. نمیخوام ببینم. چه خوب که این ویدیو زود تموم میشه، تایمش کوتاست. کاکل خروس خوردنیه؟ به خدا خوردنی نیست. چیه چربی بافتش؟ من وای. البته توی کشوری مثل چین چون جمعیت زیاده میدونی اینا یه خورده مجبورن، یعنی مجبورن که اناگاهی دستشون میاد بخورن سیر کنن خودشونو. من نمیدونم شما اینو میدونید، گربه رو تو خیابون من میبرن سلاخی میکنن میخورن. یعنی اینجوری مثلا تو ایران گربه‌ها رو دیدی پرران میان وای میسن بغل. اصلا تو چین بود همون لحظه تخماشو یارو میبرید جلوش گاز میزد میخورد. بریم سراغ ویدیو بعدی. กบยั่วๆจ้า کسکش اینقدر گو خورده چاق شده دیگه. حالم خوب نیست اصلا، دل و رودم ریخت به هم. یه لیوان آب من برم بیارم. ببخش. بیا قورباغه سخاریه. ای آها شریف فلفل دلمه چیه کرده تو دهنش قرمزا؟ استخوناش بسته کیر تو قبر همتون. خار بنیانگذارتون رو گاهیدم. من ماهی قزلالا هم که مثلا دیدید اینو میفروشن یه چیز عادیه تو ایران. ماهی قزلالا به عنوان من اونم نمیخورم میدونستین. بعد الان نشستم دارم قورباغه خوردن خار
من نمیخوام فوش بدم. آها دیگه کم مونده ام بخور. چیکار داری میکنی تو حاجی؟ من دیگه سر شدم. خب چشماشو در میآوردی اول حاجی. اینا رو فکر کنم جلوشون انم بذاری بخورن. اینو میگفتم. زنده است داره شنا میکنه. یه بچه گسکش میخوره. حداقل یه نوشابه یه دوغی یه چیزی میدادی بره پایین. به نظرتون مثلا حال وجتریانات چجوری میشه وقتی اینا رو میبینن؟ اصلا موجود زنده رو یارو هر چه داره میخوره. باز مثلا ما مثلا میکشیم میخوریم اینا. چه خوشی میگذره وجتریانای عزیز. این خرچنگه ببین. صدا چیپس میده. کامله. بعد علاوه بر اینکه کامل زنده هم هست، خب حداقل این ان داره تو معده‌اش مثلا. با من دوست ندارم بیادبی بگم ولی خب میدونی شرایط اینجوری واگذار میکنه دیگه. با غذاشون روانیت میکنن میپرسن چرا؟ چیه داشتان فیله؟ شاشید تو دهنش دیدی؟ آبت چیه؟ شما هم به همون چیزی که من فکر کردم فکر کردین؟ بچه‌ها هممون رو دعوت میکنم بعد این ویدیو یه دستشویی بریم برینیم قشنگ خالیشو بشوره ببره. این نگاه میخندی؟ زنده قشنگ بلعید. اژدهای کومودو رو دیدین؟ هم دقیقا همونه حاجی. اینا بگاهی هن. چرا نمیمیره؟ بگاهی هن حاجی. اینا اینجوری دارن پیش میرن خیلی قرار مریضی های جدیدی به دنیا ارائه کنن. الان همین دختره رو آمبرلا رو میشناسین؟ شرکت آمبرلا رو، هم رزیدنت اویل زامبیا مثلا میتونه اون شرکت بیاد این دختر رو برداره ببره روش 1000 تا تحقیقات انجام بده. اصلا این مریضی داره. ببین یا من بازی یا بازی کنم. اگه من دیدم شما بریم سراغ خوششر پلو نام کن گلاب رو از خانوم اضافه میکنه بهش. ببین دارن فرار میکنن. اوه 双击冲个8啊！来点酒，哎，灌醉了。ببند درشو دیگه کسخل.下个视频开造。发财线。همشونو کشت. 看一下，超级入味。استخوناشو توف کرد دیدی؟ نه استخوناشو توف میکنه ببین. اصلا خرچنگا انگار میدونستن قراره مثلا این بخورن داشتن فرار میکردن ولی خب موفق نشدن. بریم سراغ ویدیو بعد. نداریم ویدیو بعدی خودمون شد تموم شد. بریم اوترو. خب بچه‌ها رسیدیم به آخر ویدیو. امیدوارم این ویدیو کلی لذت برده باشین. میدونم خیلی لذت بردید. بچه‌ها اگه این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما کانال منو سابسکرایب کنید. یه زنگوله داره زنگوله رو بزنید و اگه این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید. نظر چیزی هم داشتید تو کامنت‌ها بنویسید. این سبک ویدیو که میگم من فقط این سبک نمیذارم و انو بخوری من کلا سبکم ریاکت مجبور بودم اینا بذارم دیگه. میگم خلاصه اگه خوشتون اومد این سبک بازم همون شد. بچه‌ها خلاصه اگه خود دوست داشتین سابسکرایب کنید. دور هم میگیم میخندیم دیگه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین.